الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستم که بار دیگر هم در خدمت شما قرار گرفتم و امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید و از بارگاه ایزد متعال سبحانه و تعالی می خواهیم که برای ما در این جلسه کوتاه ما پروردگار متعال برکت دهد و ما را از فیوزات و برکات قرآنی الله متعال مستفید گرداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند قومی و گروهی که در مساجدی از مساجد خدا یا در هر منطقه‌ای که از مناطق باشد جمع شوند و در آنجا قرآن پروردگار را، کلام الهی را تلاوت بکنند و در میان خود آن را درس بدهند و در میان خود آن را مذاکره بکنند و در موردش صحبت و گفتگویی داشته باشند، الله متعال سبحانه و تعالی سکینه و آرامش را بر آنها فرود می آورد. الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. الله متعال سبحانه و تعالی سکینه و آرامش را، آرامشی که برای مؤمنین فرستاده می شود، الله متعال این آرامش درونی را برای اهل قرآن می فرستد و فرشتگان پروردگار، ملائکه الله گرداگرد این افراد را می گیرند و الله می فرماید و غشیتهم الرحمه، پیامبر می فرمایند و غشیتهم الرحمه، رحمت الله اینها را فرا می گیرد. کی را؟ همین گروهی که برای قرآن جمع می شوند، برای یاد گرفتن قرآن در کنار هم می نشینند و به خاطر قرآن صدا و تصویر هم دیگر را می بینند، نه هدف دیگری. و غشیتهم الرحمه، رحمت الله ایشان را فرا می گیرد و الله متعال این بندگان نیکش را در بهشت و در آسمان ها، الله متعال در آسمان ها در نزد فرشتگان اینها را یاد می کند و الله متعال به همچون بندگان افتخار می کند، مباهات می کند. بنده ای که با قرآن باشد، بنده ای که قرآن را تلاوت کند، بنده ای که در درس قرآنی حضور یابد و در درس قرآنی شرکت کند، این بنده را الله متعال در آسمان ها در نزد فرشتگانش یاد می کند و الله به اینها افتخار می کند، مباهات می کند. ای برادر و خواهر مسلمانم، آیا اگر حقیقتا می خواهی که رحمت خدا شامل حالت شود، اگر می خواهی که فرشتگان الله تو را ببینند و به تو افتخار کنند، اگر می خواهی که الله متعال تو را مورد رحمت خیش قرار دهد، اگر می خواهی که الله متعال تو را در نزد فرشتگان یاد کند، اگر می خواهی که حقیقتا سکینه و آرامشی که الله متعال آن را خاصه اهل اسلام و مسلمانان و مؤمنین واقعی الله متعال آن را نصیب می کند نصیب تو شود، پس با قرآن باش، با قرآن همراه باش و قرآن را در زندگی خود فراموش نکن. قرآن را بخوان، قرآن را عمل کن، قرآن را بفهم، قرآن را عمل کن و قرآن را در زندگی خود پیاده کن. اجازه بدید که برویم سر اصل موضوع و آن این که درسی از تجوید را به خدمت شما عزیزان بیان می کنم. بعد از آن انشاءالله به سراغ مراحل بعدی و قسمت‌های بعدی از این برنامه خواهیم پرداخت. ما در درس‌های گذشته پیرامون مخارج حروف صحبت کردیم، مخارج حروف عربی که قرآن با عربی فرستاده شده است و در مورد بعضی از صفاتی که در مورد حروف عربی و کلمات عربی و حروف می باشد آنها را صحبت کردیم.
امروز به دو صفت از صفات دیگر میپردازیم و آنها را به خدمت شما شرح خواهیم داد. صفت اولی که امروز به آن میپردازیم صفت صفیر هست با صاد. صفیر، صاد، فا یا را. صفیر با صاد. و این صفت صفیر صفتی است که سه حرف را در خود گنجانیده. سه حرف از حروف عربی را، صاد، سین و زای یا زا، یا در بعضی از جاها میگویند ز، همان زا یا ز یا زای. حالا به هر ترتیب، خلاصه این که متوجه بشویم کدام حرف است. این صفت صفیر، خود صفیر در حقیقتا به معنای صوت و به معنای صدا کشیدن معنا میدهد. بانگ زدن و جیغ کشیدن، یا به معنای صوت معنا میده، صوت. وقتی این حروف ادا میشه، صاد، سین و زای، یک صوتی را از دهان خارج میکنه. صفت این سه حرف این است که وقتی ما اینها را ادا کردیم، یک صوتی را از دهان خارج میکنه با خودش. صوت از دهان خارج میشه و به این صفت میگویند صفیر. مثلا ما وقتی میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نس، شما اگر توجه بکنین هر دو دندانهای بالا و پایین با هم میچسبه، از وسط دندانها صدای خارج میشه مثل صدای صوت. نستعین. یا مثلا میخوانیم اهدنا نصرا، صاد را مثلا وقتی ادا میکنیم مثلا میگین اس، یعنی صاد، اس یک صوتی با خود خارج میکنه. مثلا میگین سین، اس، یا مثلا ما قبلا به آن اشاره کردیم و مثال دادیم نستعین، نس یک صوت با خود خارج میکنه. یا وقتی ما حرف زا یا حرف ز را تلفظ میکنیم، مثلا میگین از برخلاف ضا و برخلاف ذال، چون اینها هر کدام از خود مخارج خاصی دارد. ذال، ضا، زا، اینها با هم دیگر فرق میکنه، خیلی فرق داره، یعنی مخارج اینها با هم دیگر فرق میکنه. اگرچه ذال و ضا اینها مخارج آنها به هم نزدیکه، ولی یکی از حروف استعلاست، یکی از حروف استعلا نیست. خب به هر صورت زا از حروف صفیر هست. وقتی ما ادا میکنیم میگین از این از حروف صفیر. یک بار دیگه تکرار میکنم، حروف صفیر سه تا هستند، صاد، سین و زای، و این سه حرف وقتی ادا می شود صوتی را از وسط دندانها و از دهان با خود خارج میکنه، بیرون میکنه. این از حروف صفیر. حرف دیگری است که به آن صفتی دیگری است که به آن صفت تفشی میگن. تفشی یعنی انتشار دادن، منتشر کردن. و این صفت تفشی در یک حرف وجود داره و آن حرف شین هست. فقط یک حرف داره و آن حرف شین هست. وقتی ما حرف شین را ادا می کنیم، صدای را در داخل دهان ما منتشر میکنه. یا بعضی از علما به این نوع تعبیر میکنن، علمای تجوید میگن تفشی صفتیه که یک بادی را در داخل دهان به وجود میاره، یک بادی که بر اثر صدا هست حقیقتا با خود از دهان خارج میکنه و به این صفت میگوین صفت تفشی. مثلا وقتی ما ادا میکنیم شین را میگین اش. شما توجه بکنین یک نوع انتشار این شین، یک انتشاری در داخل دهان پیدا میکنه، در داخل دهان پراکنده میشه، در داخل دهان انتشار پیدا میکنه این کلمه، این حرف شین. پس بنابراین این صفت هم هر دو صفت یعنی میشه گفت که صفات است بسیار آسان، بسیار یعنی میشه گفت که میشود انسان خیلی راحت اینها را ادا بکنه و راحت اینها را در واقع تلفظ بکنه و اینها را بتونه به کار ببره. بنابراین صفت
تفشی فقط یک حرف داره، بار دیگه تکرار میکنم، یک حرف داره و آن حرف شین هست و وقتی که ادا میکنیم یک انتشار در داخل دهان ما پیدا میکنه، این صدای انتشار میکنه در داخل دهان ما و آن صفت شین هست. مثلا میگین اش، اش، یک در حقیقتا انتشار در داخل دهان ما پیدا میشه و این صفت تفشی. صفت صفیر و صفت تفشی را امروز با هم دیگر یک مرور کردیم و برای بعضی از برادران و خواهران ما یک تذکر داده شد و امید است که انشاءالله در تلاوت هایمان این موضوعات مورد توجه قرار بگیرد و هدف ما هم از مطرح و از طرح این مسائل این است که ما اینها را توجه بکنیم، چون تجوید حقیقتا صفات حروف و مخارج حروف از جمله الزامات است. هر مسلمان باید که قرآن میخوانه آن را یاد داشته باشه، مخارج حروف و صفات حروف را، که ما مخارج را صحبت کردیم و صفات را هم تا حالا نصفش را مطرح کردیم و انشاءالله به ترتیب تا آن را تمام بکنیم. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، این بخش اول برنامه ما بود. اجازه بدین که با هم دیگر یک کلیپی را ببینین از عزیزانی که ویدیوهایی را برای ما فرستادن، از اطفال عزیزشان و از نورهای چشمشان و نورهای چشم ما با هم دیگر ببینیم. البته قبل از آن اجازه بدین که یک موضوعی تذکر بدم، وان این که بعضی از برادران و خواهران ما حقیقتا میشه گفت که شکایه میکنن، حالا به هر صورت، که چرا ویدیوهایی که ما میفرستین پخش نمیشه. عزیزم، برادرم و خواهرم، ما وقتی که این ویدیوها را شما میفرستین حقیقتا در هر هفته ویدیوهای زیادی برای ما میآید، نمیتونین که در یک قسمت آن را پخش بکنیم. ما در همین برنامه، در هر برنامه، شاید شما با عجله یک قسمت را میبینید و تمام تلویزیون خود را خاموش میکنید یا کانال را عوض میکنید و خلاص بعد شکایه میکنید که چرا ما ویدیوهایی که فرستادیم پخش نشده. ما یک قسمت را حالا پخش میکنیم، قسمت دیگر را بعد از درس تلاوت قرآن پخش میکنیم، قسمت اخیر را، قسمت سوم را در اخیر پخش میکنیم، در اخیر برنامه. یعنی باید شما منتظر بمانین و این را به هر حال توجه داشته باشیم. ما نمیتونیم که یعنی اگر خواسته باشیم در کل این کلیپ ها را، کل این کلیپ هایی که در هفته میآیه، حتی ما بعضی از کلیپ ها را در این هفته میآیه در هفته دیگه پخش میکنین، به خاطر که کلیپ ها زیاده، ویدیوها زیاده، نمیتونین که همه را در یک موقع و در یک آن پخش بکنیم. پس امید است که بینندگان عزیز ما اولا ما را متابعت بکنند و تا اخیر با ما باشند که شکایه نداشته باشند و در ضمن اگر در این هفته پخش نشد مطمئن باشید انشاءالله در هفته‌های بعدی پخش میشه و به نوبت انشاءالله پیش خواهد رفت. حالا اجازه بدین که وقت شما را از این بیشتر نگیرم، اولین قسمت را با هم دیگر ببینیم و بعد از آن انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهم بود و درس و تلاوتی از آیات کلام الله مجید را با هم دیگر خواهیم نمود و خواهیم کرد. با هم دیگر کلیپ را میبینیم. الرحمن الرحیم. قل الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و رحمت الله و برکاته. من برهانین از تاجیکستانم. میخواهم سوره آیت الکرسی را تلاوت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل بكرها إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أستم ما بين سلا أستم السورة قل أعوذ برب الناس فلق ميخانام قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذين في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رأيت تاجكستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أتوجه من شباب كيف تحرمكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام مثال یغمه یحیی هستم از تاجیکستان میخوام سوره الحمد خونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله
الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. من محمد از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی تشکری میکنیم از عزیزانی که این ویدیوها را برای ما فرستاده بودند. انشاءالله 2 قسمت دیگه باقی مانده، منتظر باشید. و همچنین از عزیزانی که تلاوت کردند و چهره های مبارکشان را دیدین و چه صداهایشان را همچنین شنیدیم. الله متعال برای همه عمر بابرکت را نصیب بکنه. اجازه بدین که درس امروز را با هم دیگر تلاوت بکنین. از سوره مبارکه بقره هست. از آیت 246 تا آیت 248 با هم دیگر تلاوت خواهیم کرد. از آیت 246 انشاءالله با هم دیگر شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر تر الم تر را در اینجا پر خوانده میشه. الى الملأ میم اینجا بعد از نون ساکن، اینجا حقیقتا نون ساکن هست و بعدش با آماده با حرف اقلاب. نون ساکن را به میم تبدیل میکنین. من بنی نمیگن من بنی. من بنی اگر بگین اشتباه میشه، یعنی اقلاب نمیشه، بلکه باید بگین من بنی. اینجا مد منفصله. اسرائیل اینجا حرفی که در اینجا هست حقیقتا از حروف الصفیر هست. را در اینجا پر خوانده میشه. را مد متصل هست به اندازه 4 الی 5 حرکت یا 5 الف آن را طولانی میکنیم. اسرائیل من بعد، اینجا بعد از نون ساکن باز هم با آمده، با از حرف اقلاب هست، اقلاب میشه. من بعد موسی اگر اینکه اینجا این کلمه را با هم بخوانین موسی، اینجا حقیقتا مد منفصل میشه. من بعد موسی اذ قالوا
لنبي 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 لنبی با یا در اینجا متصل میشه میچسبه و در ضمن اینجا شما میبینید که یا تنوین داره منونه تنوین داره و بعد از تنوین لام آمده لام از حروف ادغامه یعنی بعد از تنوین که لام بیایه ما لابد باید یا را با لام بچسبانیم این را به این شکل بخوانیم لنبی لهم لنبي لهم لنبي لهم لهم اینجا میم باید با وصل بشه بچسبه این الف این همزه هم که در اینجا میبینید به نام همزه وصل هست له مبعث با در اینجا قلقله میشه به خاطری که از حروف قطب و جد قاف تا بی با جیم دال از حروف قطب و جد از حروف قلقله وقتی ساکن باشه له مبعث لنا ملکه اگر استاد بشین میگین ملکه ولی اگر استاد نشدین اینجا وصل کردین لابد باید کاف را با نون بچسبانید یعنی به خاطری که بعد از تنوین نون آمده نون از حروف ادغام یعنی به هم داخل کردن یعنی مجبوریم که کاف را با نون داخل بکنیم ملکن نقاتل ملکن کن نقاتل در نون باید در این قسمت قنه هم بکنیم یعنی صدا را از بینی خارج بکنیم ملکن کن صدا از دهن خارج نمیشه کلا صدا از دهان بند میشه بلکه از بینی خارج میشه ملکن نقاتل فی سبیل الله لام در اینجا باریک خوانده میشه این سلاح هم که میبینید در اینجا این علامت سلاح هست به معنای این که اگر وصل کنین بهتره اگر وقف هم کردین اشکال نداره ولی بهتر اینه که وصل بکنین یعنی بخوانین فی سبیل الله قال هل عسیتم هل عسیتم این بعد از نون ساکن کاف آمده کاف از حروف اخفا هست نون ساکن را در اینجا اخفا میکنیم یعنی میپوشانیم نمیگین این واضح نمیگین بلکه میگین کتب علیکم القتال علیکم میم را با لام میچسبانیم علیکم القتال الا تقاتلوا صلاح هم به معنای این که اینجا وصل کنین بهتره مثل که در این صلاح بالا بود اینجا اگر وصل بشه بهتره میرویم به سراغ بخش بعدی قالوا وما لنا اگر اینجا و ما لنا استاد شین مد نداره ولی اگر استاد نشدین وصل کردین مد داره باید اینجا را مد منفصله به اندازه 3 حرکت آن را طولانی بکنیم وما لنا الا نقاتل في سبيل الله لام در اینجا باریک خوانده میشه وقد اینجا دال اینجا قلقله میشه وقد اخرجنا جیم هم قلقله میشه البته هر دو در اینجا قلقله صغرا هست چون اینجا اخیر حرف هست اخیر کلمه هست اما چون با اخیر جمله نیست لابد اینجا باید قلقله صغرا بشه نه قلقله کبرا در اینجا هم قلقله صغرا چون وسط کلمه هست وقد اخرجنا
من دیارنا. بعد از نون ساکن دال آمده، دال از حروف اخفا، نون ساکن را اخفا میکنیم. من دیارنا، را در اینجا باریک خوانده میشه، را، این را در اینجا باریک خوانده میشه. دیارینا، نمیگین رینا، رینا پر خوانده میشه، ولی وقت خواسته باشین باریک بخوانیم میگین من دیارینا، رینا، رینا باریک میخوانیم. و اب، اینجا با قلقله میشه. و ابنائنا، اینجا هم این علامتی که میبینید در اینجا علامت مد متصل هست، مد متصل هست. باید اینجا مد متصل را مراعات کنید، یعنی 4 حرکت الی 5 حرکت آن را طولانی کنیم. بخوانیم و اب، اینجا اولا با گفتیم قلقله هست، قلقله صغرا هست. و ابنائنا، اینجا هم سیلا به معنی این که اگر وصل کنین بهتره. فلما، میم در اینجا غنه میشه. فلما كتب عليهم القتال، عليهم القتال، عليهم القتال، تولوا، تولوا إلا قليلا، إلا قليلا. بعد از تنوین در اینجا میم آمده، میم از حروف ادغامه، لابد باید اینجا ادغام بکنین، یعنی لام را با میم داخل بکنیم. قلیلا منهم، نون ساکن در اینجا اظهار میشه، یعنی ظاهر خوانده میشه. منهم، چرا؟ چون که بعد از نون ساکن ها آمده، ها از حروف اظهار است. منهم، جیمی هم که اینجا میبینید به معنای علامت وقف جائزه، یعنی که اگر وقف بکنین جائزه، اگر وصل هم بکنین جائزه. یعنی اگر منهم و والله را با هم بخوانین هم جائزه، اگر اینجا بگین قلیلا منهم استاد شین باز هم جائزه. والله، والله لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه، باید پر بخوانید. علیمون، من، ولی اینجا بعد از تنوین، اینجا حقیقتا تنوین بوده، بعد از تنوین با آمده، با حرف اقلابه، این تنوین را به میم تبدیل میکنیم. علیمون بالظالمین. اینجا بار دیگه تکرار میکنم، بعد از تنوین با آمده، با حرف اقلابه. وقتی که حرف اقلاب باشه این تنوین را ما لابد باید تبدیل بکنیم به میم. علیم بالظالمین، بالظالمین. اجازه بدین که با همدیگر این آیه را یک بار دیگه تکرار بکنم، تلاوت بکنم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمین. این از آیت 246. اجازه بدین که بریم به سراغ آیت 247. وقال لهم نبیهم بابا یا میچسبه نبیهم ان الله، اینجا نون در اینجا مشدد غنه میشه و بعد هم لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. ان الله قد دال در اینجا قلقله میشه. قد بعث لكم قد بعث لكم طالوت ملکا. جیم علامت وقف جائزه، میتونین وصل بکنین، میتونین در اینجا وقف بکنین. قالو اینجا مد هست، مد منفصل هست. قالو ان اینجا نون مشدد غنه میشه. یکونو ان یکونو له الملك علينا ونحن أحق بالملك. اینجا همزه وصل هست. بالملك منه بعد از نون ساکن ها آمده. نون ساکن را در اینجا لابد باید اظهار بکنیم. منه ولم یؤت اینجا در واقع همزه هست و همزه مادامی که این گونه ساکن باشه به گونه ادا میشه که ما باید کاملا تارهای صوتی را ببندیم و از انتهای حلق یا اخیر حلق ادا میشه و در وقتی که این را ادا میکنیم تارهای صوتی باید کاملا قفل بشه، بند بشه. ولم یؤت شما توجه بکنین، یؤ کاملا صدا میبنده. ولم یؤت ساعتا اینجا بعد از تنوین میم آمده. میم از حروف ادغامه، لابد باید ادغام بکنیم، یعنی تا را با میم داخل بکنیم. ساعتا من المال جیم هم علامت وقف و جائزه، میتونین اینجا وقف بکنین، میتونین هم وصل بکنین. قال ان الله اینجا نون مشدد غنه میشه. ان الله لام هم لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. ان الله هایی که در الله هست با صاد وصل میشه، میچسبه. ان الله اصطفاه ان الله اصطفاه عليكم وزاده بس سین هم از حروف صفیر هست، توجه داشته باشین. بس طاعتن
بسطة. اینجا بعد از تنوین هم فا آمده، فا از حروف اخفا میکنیم. بسطة فی العلم، فی العلم، فی العلم، فی العلم، والجسم، والجسم، والجسم. صلا هم به معنای اینه که وصل در اینجا بهتره. والله، والله یؤتی، یؤتی، یؤتی. اینجا توجه داشته باشین، باز هم همان همزه هست. یؤتی ملکه، ملکه، ملکه من یشاء، می. اینجا بعد از نون ساکن یا آمده یا از حروف ادغام، در اینجا باید ادغام بکنیم، یعنی گویا این که اصلا نونی در اینجا وجود نداره، مستقیما میم را با یا میچسبانیم. میگین می، می، می یشاء. اگر ایستاد بشین اینجا مد متصل هست. می یشاء. و اینجا علامت وقف جائزه، میتونین در اینجا وقف بکنین و میتونین هم وصل بکنین. والله، والله لام جلاله پر خوانده میشه. واسع، واسع، واسع. عین در اینجا میبینین منون تنوین داره، بعدش هم عین دیگه آمده، بنابراین ما اینجا لابد باید اظهار بکنیم. واسع علیم، واسع علیم. یک بار دیگه آیه را تلاوت میکنیم با هم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. این از آیت 247. اجازه بدین برین به سراغ آیت 248 و آخرین آیه در این درس. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ملكه. اینجا هم مد داره. ملکه ای بعد از نون ساکن یا آمده یا از حروف ادغام، ما اینها را ادغام میکنیم، نون ساکن را ادغام میکنیم. ای یأتیکم، یأتیکم، تیکم. و این میم را باید با تا در اینجا بچسبانیم. ای یأتیکم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سکینة. بعد از تنوین در اینجا میم آمده، تنوین را با میم در واقع ادغام میکنیم. سکینة مر. بعد از اون ساکن باز را آمده، را از حروف ادغامه، از حروف یرملونه، باید ادغام بکنیم. مر گویا که اصلا نونی در اینجا نیست. میم را مستقیم با را وصل میچسبانیم. رب
را در اینجا پر خوانده میشه. من ربکم، ربکم. و بقیتون، و بقی قاف با یا میچسبه. و بقیتون، و بقیتون. اینجا بعد از تنوین میم آمده، میم از حروف ادغام میکنیم. و بقیتم، تم مما، تم هم غنه میشه و هم ادغام میشه و این میم هم غنه میشه. و بقیتم مما تراک را در اینجا پر خوانده میشه. آل موسی، آل موسی، آل موسی. و آل هارون، و آل هارون، هارون. تحمله، تحمله، تحمله. اینجاها با لام میچسبه. تحمله الملائکه، تحمله مد متصله، ملائکه، ایکه. اینجا وقتی استاد میشیم جیم علامت وقف جایزه، میتونین استاد بشین وقف بکنین و میتونین هم رد بشیم از اینجا. ان فی ذلک، ان اینجا نون مشدده غنه میشه. ان فی ذلک لآیه، لآیتل، لآیتل. اینجا بعد از تنوین لام آمده، لام از حروف ادغام هست، اینجا لابد باید ادغام بکنین. لآیتل، تل لکم، نمیگین تن لکم، تل لکم، تل لکم. تا را بالا میچسبانیم. لآیتل لکم این کنتم. این بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفا میکنیم. باز هم در اینجا کنتم بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا میکنیم. این کنتم، تم میم با میم میچسبه، ادغام میشه. این کنتم مؤمنین، مؤمنین، مؤمنین. اجازه بدین که یک بار این آیه را تلاوت بکنم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. این هم از آیت 248 سوره مبارکه بقره که به خدمت شما عزیزان تلاوت شد. آیت 246، 247 و 248 با هم دیگر تلاوت کردیم. اجازه بدین که عزیزان و بینندگان گرامی با هم دیگر یک میان برنامه را ببینیم و در این میان برنامه حقیقتا این آیات را که تلاوت کردین دوباره بشنوین و در ضمن بعضی از ویدیوها، قسمت دوم از ویدیوهای عزیزانی که برای ما فرستادن را نیز با هم دیگر ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من السلام عليكم ورحمة الله. من أبو بكر شده كافلون مخونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما
المهتدين. من أشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم منی لنا يبخل من مصالح هستم. من در آمستردام زندگی می کنم. من بر شما سوره الضحی را قرائت می کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. قل هو الله أحد الله الصمد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم العليم. Assalamu alaikum til Ahmad Yassam Nusola Tajikistan Nuhamki Surah Hamd Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من رمضانه هستم. من 8 ساله از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. من نعیم جان هستم از روسیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گرامی باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. بینندگان عزیز و گرامی، عزیزانی که ویدیوها را فرستادن از ایشان از همه تشکری میکنم و عزیزانی که تلاوت کردن الله متعال در عمرشان برکت بده و واقعا جای بسیار خوشحالی است که بعضی از عزیزان ما از کشورهایی که اصلا اسلامی نیست برای ما ویدیو میفرستند. حقیقتا این برای ما بسیار خوشایند هست و خوشحال کننده هست که برادران و خواهران مسلمان ما که در اونجا رفته‌اند ماشاءالله به دین خود اینقدر محکمند و الله سبحانه و تعالی در عمرشان برکت بده که این گونه افرادی را و فرزندانی را و تربیت شدگانی را برای اسلام تقدیم میکنن. الله متعال سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده، به خصوص عزیزانی که به هر حال از کشورهایی که نام اسلامی را ندارند و برای ما به هر حال ویدیو میفرستند و برنامه ها را تعقیب میکنند. الله متعال در عمر همه و در وقت همه برکت بده. البته باز هم خاطر نشان بکنم که یک قسمت دیگه باقی مانده، قسمت اخیری ان شاء الله در قسمت اخیر برنامه آن را پخش خواهیم کرد. اجازه بدین که با هم دیگر تماس های از عزیزانمان را بشنویم و صدای گرم بینندگان عزیز را با هم دیگر استماع بکنیم. البته من از تمام عزیزانم خواهش میکنم که کوشش بکنن آیاتی که تلاوت شد این آیات را تلاوت بکنن تا حد توانشان.
تلاش بکنن که آیاتی که تلاوت شد آن را تلاوت بکنن و در ضمن وقتی تماس میگیرید لطفاً صدای تلویزیون خودتان را ببندید تا اینکه باعث آزار و اذیت خودتان و دیگر بینندگان عزیز ما نشود. اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. محمد جان میخوای تلاوت بکنی؟ بله. بسیار خوب، بخوان، میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لبني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وآبائنا محمد جان وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤتى ساعة من الملأ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وباقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آفرین، جزاک الله خیر. آفرین محمد جان، ماشاءالله زیبا بود، تشکر. میخواد دادن بخون. خیلی خوب، باشه. سلام. علیکم السلام. میخوای بخوان جواد جان، بخوان. آفرین ماشاءالله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. نام یاسمین هستم از شریفی از زنگ زدیم. ماشاءالله یاسمین جان، بخوان، تلاوت کن، میشنویم. قل اعوذ برب الناس. خیلی خوب، بخوان، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظیم. آفرین ماشاءالله، جزاک الله خیر. برنامه زیبای شما. تشکر، جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. تشکر از این برادران و خواهر کوچکشان. اجازه بدین که تماس‌های بعدی را بشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. خب بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید، تماس شما وصل هست. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، سلامت باشین برادر بزرگوار. بفرمایید، میخواین تلاوت بکنین؟ برادر عزیزم از رحمت الله سبحانه و تعالی شما در خدای خود آزاده باشد. سلامت باشین. تشکر از شما برادر بزرگوار. خدمتتون که شما برای الله میکنید ان شاء الله مکافات جنت الفردوس است. ایفای وظیفه است برادر بزرگوار. بفرمایید، میخواین تلاوت بکنین؟ من میخواستم که این فرزندان من تلاوت بکنم. خیلی خوب، خیلی خوب، میشنویم. السلام علیکم
عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه بگی نام تو چی هست؟ از کجا تماس گرفتی؟ چند ساله هستی؟ نام من چندگل از قزاقستان 11 ساله هستم. ماشاءالله ماشاءالله. چندگل از قزاقستان چند سال؟ 11 ساله. 11 ساله. بسیار خوب بسیار خوب. بخوان. خواستم سوره سین را تلاوت بکنم. خیلی خوب بخوان میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءالله ماشاءالله. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله خیلی زیبا بود. من خواستم خواهر من بخونم. خیلی خوب خیلی خوب. باشه که بخوانه. اگر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر دوباره تماس بگیرین بهتره. صدا شما خیلی اینجا به پیش ما خراب میرسه. باش. جزاکم الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نام شما از کجا تماس گرفتین؟ چند ساله هستین؟ نام اسمه 9 ساله هستم از نروژ. ماشاءالله ماشاءالله. تلاوت میخوای بکنی؟ بله. خیلی خوب. میشنویم. بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم الطالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله سميع عليم. والله واسع عليم.
والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظیم. آفرین ماشاءالله، خیلی زیبا بود. آفرین، جزاک الله خیر. انشاءالله که بیشتر کوشش بکن. جزاکم الله خیر. تشکر. سلامت. تشکر از شما. ماشاءالله. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید. از کجا تماس گرفتین؟ سلام. علیکم السلام و رحمت الله. من سلام مبارکی هستم. ماشاءالله ثنا. خیلی خوب. میخوای تلاوت کنی ثنا جان؟ بله. خیلی خوب، بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع النادية سندع الزبانية كلا لا تطعه صدق الله العظیم. جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. ثنا جان میشه بگی چند ساله هستی؟ نه، ممنون. جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. خب بینندگان عزیز، این کوچولوی عزیز سوره مبارکه اقرا، سوره علق را خواند و در اخیر سوره آیتی است به نام آیت سجده که ان شاء الله عزیزان سجده تلاوت یادشان نره. خب تماس بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم، مریم هستم از افغانستان تماس میگیرم. بفرمایید خواهر بزرگوار، بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین؟ بله. بسیار خوب، بفرمایید. میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا لنبي له مبعث. من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاكم الله خیر. تشکر استاد. میشه شماره استاد فضل الحق سلیمانی برای من بدهید؟ بعد از برنامه انشاءالله تماس بگیرین از اتاق فرمان انشاءالله که خواهند داد. تشکر. خدا جزاكم الله تشکر از برنامه خوبتان. جزاكم الله خیر. تشکر. سلامت باشین. جزاكم الله خیر. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ من میخواهم سوره ویل لکل را قرائت کنم. خیلی خوب، میشنوین، بفرمایید. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمة وما ادراک ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله علیه. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. تشکر. ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین. تشکر از شما. میخواستم سوره قصص بخونم. بفرمایید برادر بزرگوار. والقرآن المجید. برادر بزرگوارم یکی از آداب تلاوت اینه که شما اول اعوذ بالله و بسم الله بکنین. اول که اگر میخواین از اول از سوره شروع بکنین. اگر میخواین از وسط سوره شروع بکنین، از آدابش اینه که تنها اعوذ بالله میگین و اعوذ بالله و بسم الله مثل که یادتان رفت. بفرمایید. گفتم به هر حال بفرمایید دوباره اگر تکرار بکنین چون ما نشنیدین. خیر باشه. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج. جزاکم الله خیر برادر بزرگوار. تشکر از شما، ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما. از کجا تماس گرفتین برادر بزرگوار؟ ماشاءالله ماشاءالله تلاوت شما خیلی خوب بود. الله متعال در تلاوت شما برکت بده. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام. علیکم السلام. از کجا تماس گرفتی؟ آیمی از کردستان. مهدی هستی از کردستان، درسته؟ کردستان. خیلی خوب. میخوای تلاوت کنی؟ بله. خیلی خوب، بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظیم. آفرین ماشاءالله. مهدی جان میشه بگی چند ساله هستی؟ بله. چند ساله هستی؟ قل والله احد و چند ساله هستی؟ 5 سال. آفرین ماشاءالله خیلی خوبه. آفرین ماشاءالله. تشکری میکنیم از مهدی جان عزیز، مهدی کوچولو. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از کجا تماس گرفتی؟ نام تو چیست و چند ساله هستی؟ از تاجیکستان هستم، آسیا خان. ماشاءالله. چند ساله ای؟ 8 ساله. خیلی خوب. میخوایی کجا رو بخوانی؟ میخوام سوره بقره. خیلی خوب، بخوان، میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا للنبی الله أسلانا مليكا نقاتل في سبيل الله. قال هل أتيتم إن كتب عليكم القتال ألن تقاتلوا؟ قالوا وما لن نقاتل لا في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا
آفرین جزاک الله خیر. آفرین آفرین ماشاءالله ماشاءالله. تشکر جزاک الله خیر. برادرم بخوانم. خیلی خوب باشه که برادر تو بخوانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه بگی چند ساله هستی؟ نام تو چیست؟ 6 ساله هستم. محمد علی از تاجیکستان. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای کجا تلاوت بکنی؟ فاتحه رو. خیلی خوب بخوان میشنوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. تشکری میکنم از شما. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چند ساله ای؟ 4 ساله. 4 ساله. آفرین ماشاءالله. کجا میخوای بخوانی؟ تشکری میکنم از عزیزانی که به هر حال برادر گرامی الله متعال شان را حفظ بکنه. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر بزرگوار. بفرمایید میخواین تلاوت بکنین؟ امین دختر ما تلاوت کنه از طرف خدا. بفرمایید باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه بگی از کجا تماس گرفتی؟ نام تو چیست؟ چند ساله هستی؟ ما عایشه از ایران. ماشاءالله. چند ساله ای؟ ایران از افغانستان. بله فهمیدم. هرات فهمیدم. چند ساله هستی؟ بخوان میشنویم. بخوان. هستی؟ صدا ما رو میشنوی؟ صدای تلویزیون لطفاً ببندین. خب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید میشنویم. بخوان. من عایشه از ایران افغانستان. خیلی خوب بخوان عایشه جان میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم. انذر قوما ما انزل آباؤهم فهم غافلون. لقد أخلق على أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وتباه عليه أنزلتها أم تنصرهم لا يؤمنون. إنما تنصر من
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. آفرین ماشاءالله عایشه جان، آفرین ماشاءالله. آفرین جزاک الله خیر، آفرین ماشاءالله، خوب بود. تشکر، جزاک الله خیر. خب تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشین. از کجا تماس گرفتی؟ میخوام سوره هم بخوانم. خب خیلی خوب بخوان، ولی میشه بگی از کجا تماس گرفتی؟ نام تو چیست؟ چند ساله ای؟ از ایران. خیلی خوب. چند ساله ای؟ 7 ساله. آفرین ماشاءالله، بخوان، میشنوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. آفرین جزاک الله خیر، آفرین ماشاءالله، خوب بود. تشکر. خدا حافظت. تشکر ماشاءالله. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید و صدای تلویزیون رو هم ببندید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آفرین ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ خیلی خوب، بخوان، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین. آفرین ماشاءالله ماشاءالله. تشکری میکنیم از این کوچولوی عزیز. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید استاد. سلامت باشین. تشکر از شما برادر بزرگوار. بفرمایید. میخواستم سوره بقره درسون بخونم امروز. خیلی خوب، بفرمایید، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بنیامین محمدی هستم از اصفهان. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر بزرگوار. ماشاءالله تلاوت شما خوب بود. تشکر. ماشاءالله. سلامت باشین. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رمیسا هستم از تاجیکستان. خیلی خوب. میخواین تلاوت بکنین؟ بله سوره بقره. خیلی خوب بفرمایید. میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. فهرم بخونم. بسیار خوب. باشه که بخونه. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ماشاءالله 5 ساله هستی. میخوایی تلاوت بکنی؟ کجا رو میخوایی بخوانی؟ الحمد. خیلی خوب بخوان. میشنویم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل
فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة وأجلهم قال نقول جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله، تشکر از شما و دیگه از تمام عزیزانی که تا حالا تماس گرفتن تشکری میکنم و به هر حال کسایی که تا حالا هم پشت خطن واقعا از ایشان معذرت میخواهم و عزیزانی که به هر حال تماس گرفتند و تماسشان متاسفانه رخ نشد و نتونستین که تماسشان را داشته باشین، صدایشان را داشته باشین، معذرت میخواهم. امید که انشاءالله در برنامه‌های آینده هم بتونین که صدای عزیزان را بشنویم. بینندگان گرامی، باز هم تشکری میکنم از همه شما که تا حالا ما را تحمل کردین. قسمت اخیر پخش ویدیوها و کلیپ هایی که از عزیزان ما و نور چشمه های ما و اطفال گرامی میفرستند و فرستاده شده تا حالا ندیدیم. انشاءالله حالا میریم با هم دیگر میبینین و البته قبل از کلیپ باید من به شما خداحافظی بکنم و به هر حال از همه شما معذرت خواهی بکنم که به هر حال نتونستین تماس بگیرین، از کسایی که نتونستن تماس بگیرن، و تشکری بکنم از عزیزانی که تماس گرفتن و تلاوت کردن و از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی هم تشکری میکنم. الله متعال به عمر ایشان و جوانیشان هم برکت بده و تمام عزیزانی که به هر حال با ما تا حالا همراه بودند از ایشان هم تشکری میکنم و امید که همه ما در روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار با هم دیگر جمع بشین و این قرآن کریم ما را شفاعت بکنه ان شاء الله و این گونه هم خواهد بود ان شاء الله. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک متعال و بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. اما باز هم ویدیوی قسمت اخیر و قسمت سوم در این برنامه را فراموش نکنید. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. من مرحبا هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمة وما ادرک ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها علیه مؤصدة فی امد ممدده. صدق الله العلی العظیم. من عبدالرحمن هستم از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین.
علیکم. من از تاجیکستان هستم. نامم نازنین هست. من میخوام توی اخلاص را بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الله و برکاته. ایسال حق. من نامم مسعوده هست. 9 ساله هم در کشور قزاقستان زندگی مینم. من میخواهم که سوره تین را خوانده کیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الله نگهدارتان باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد عیسی هستم. 9 ساله از تهران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man Maryam Hassola Astam Astojikistan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Mana Obama. Afghanistan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. شریف هستم. میخوام سوره واقعه را بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضة رافعه. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا فكنتم أزواجا ثلاثة. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين.
مریم هستم، 7 ساله از تاجیکستان. میخواهم سوره فاتحه را بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. سلام، فاطمه هستم از تاجیکستان. سلام، میخواهم سوره عصر را بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.